درود بر شما. اینجا ما میخواهیم که اویدی نمایشگری دوب 107 BV و چگونه ما با یک کمپورت یون یعنی که 107 BV همگی یک تا کمپورت دارد با دو PLC ارتباط برقرار میکنیم و PLC ها بین یکدیگر یعنی رجیسترشون موو میکنن، یعنی معلومات را انتقال میتن. زمانی که ما 107 BV داریم و یک تا کمپورت داریم، اینجا یک جدولی هست که چگونه ما همون یک کمپورت ما با دو تا شبکه استفاده کنیم، هم RS232 هم RS485 یا که دو RS485 و یا یک RS485 و یک RS422 4 سیمه و یک RS232. اینجا در جدول گفتگی است و چگونه ما همون سیمکشی انجام میتیم. اینجا بینیم یک تا کمپورت داریم، من قبلش ساختگی و که این کابل بین از اینجا دو قسم شدگی است، یک تاش هم RS232 و یک توی دیگرش هم RS485 که ما DVP 12SI2 را با شبکه با RS485 با اون ارتباط برقرار میکنیم و 14SI2 هم با RS232. اینجا یک برنامه خور نوشتگیم. ما اینجا رجیسترای 14SI2 هستن و اینجا هم رجیسترای 12SI2 و ما همزمان هم معلومات را از دید از رجیسترای 14SI2 به رجیسترای 12SI2 انتقال میدیم. یعنی زمانی که ما در 14SI2 رجیستر را قیمتاش هم مثال عوض میکنیم، یعنی اینجا بینیم به واسطه انتقال همیشه هم به 12SI2. در اصل ما داخلی همون PLC بگیم 12SI2 این رجیستر را نداریم، اما با استفاده از ماکرو در برنامه، این اینجا میریم برنامه ماکرو از فرمان بیمو استفاده کرده هستیم که 6 تا رجیستر ما همزمان از D350 تا D355 ما از لینک 2 یعنی لینک 2 ما بود، از لینک 1 ما 14SI2 با لینک 2 ما یعنی 12SI2 انتقال دادیم با استفاده از ماکرو. و اینجا هم میبینیم که ما میتونیم مموری رو هم فعال کنیم، یعنی از این قسمت 12SI2 خروجش هم وصله قطع کردیم. یعنی ما هم با یک کمپورت در نمایشگر 107 BV با دو PLC ارتباط برقرار کردیم و باز دو PLC را بین یکدیگر ما توانستیم که شبکه کنیم، یعنی بین یکدیگر گفتگو کنن، یگان قیمت ها را بین یکدیگر داد و گرفت کنن و تنظیماتش هم بالای همون کمونیکیشن ارتباط هم ما قسمتی کمونیکیشن سیتینگ میریم که اینجا میبینیم که دو کمپورت اینجا علاقه خودش به ما نشان میدهد، اما خودی HMI هم ما یک تو کمپورت داریم، نه که همون یک کمپورت اما دو تا استفاده کردن میتونیم. کمپورت یک تنظیم کردگی هستیم، این هم برای نمود دلتا و نمود DVP اینجا گفتگی است که RS232 719,600 ایون RS232 کام دوش هم اینجا RS485 دو سیمه است، اینجا هم RS422 هست یعنی 4 سیمه 719,600 ایون. این هم تنظیماتی بود که ما با HMI کنیم، یعنی این تنظیمات هم باید حتما داخلی PLC هم باشن، یعنی به صورت پیشورد این تنظیمات ها بالای داخل PLC بودن، از همین جهت ما همین تنظیمات را استفاده کردیم. یعنی این بود اویدی ارتباطی یک نمایشگری 107 BV با دو PLC دلتا.